بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام و درود خدمت تمام برادران و خواهران عزیزم. سپاسگزارم از اینکه لطف و محبت همیشگی شما برای من بنده یغیر هست و ممنونم از لطف بی‌پایان شما. امروز هم طبق دستورالعمل‌هایی را که قبلا گفتم بازم به وعده خویش عمل میکنم و یکی از دستورالعمل‌ها و خاصیت‌های یکی از سورات مبارک قرآن مجید را خدمت شما آوردم. برادران عزیزم، خواهران عزیزم، تمام دستورالعمل‌های قرآنی را که شما انجام بدید مهمترین چیزی را که برای شما نیاز است خواهش میکنم از شما و عنوان یک برادر مسلمان از شما میخوام پاکی خود را تا جای حدی که میتوانید حفظ کنید در امور اعمال قرآنی و نوری خیلی مهم است. نقش مهمی را برای شما بازی میکنه و افکار خود را از درگیری با هر آن چیزی که شما را آزار میده حفظ کنید. در این دستورالعمل اول میپردازیم به چند تا از معجزات این سوره مبارک و بعداً در مورد دعوت این سوره برای شما که دعوت این سوره چگونه شما باید انجام بدین و چگونه به چه تعداد روزی میتونید با این دعوت موفق بشید. اولین چیزی را که این سوره معجزه مهم و بزرگی داره برای افرادی که افسردگی روحی و جسمی دارن. صبح بعد از نماز فجر 41 مرتبه، بعد نماز فجر که خوندن 41 مرتبه سوره عمد بعد از نماز بخونن، برای یک لیوان آب یک گلاس آب دم کنید بخورید برای مدت 20 روز 21 روز، از 20 روز به بالا هر چقدر تونید ولی از 20 روز به پایین نه. این برای کسانی که افسردگی روحی دارن، یک گونه ای که حتی به فکر خود نمیتونن یک چیزی رو جذب کنن، یعنی از ذهن خودشون همیشه درگیری احساس میکنن. معجزه دوم این سوره کسانی که بیماری های روحی، روانی، جلدی، عصبی، بیماری های مفصلی، اون افرادی که این تکلیف دارن، در اصل چیزی که به ما آموخته شده و چیزی که ما از اون چیزی را که به دست آوردیم، شما اینو 71 مرتبه روزانه 71 مرتبه چه ساعتی؟ اذان ظهر که دادن، بعد از نماز ظهر که ادا کردین رو همون سجاده و جانماز خودت میشینین 71 مرتبه این را میخوانید، سوره عمد را میخوانید، به روی آب دم میکنید و به دستان خود وقتی این گونه گرفته هستید به روی کفای دستای خود میکنید، دم فوت میکنید، به صورت خود میکشید. این هم یکی از معجزه‌ای که صورت شما نور پیدا میکنه و این شخص مدتش از 21 روز تا 40 روز انجام بده کلا این بیماری‌ها از جسمش خارج میشه. در کل سوره عمد یکی از معجزه‌ترین سوره هایی است که درمانگر و شفاعتگر، یعنی واقعا شفاعتی که در اون فرشتگانی که با این سوره هستن همه درمانگرن، مستقیما بگم همه درمانگر و قدرت بی‌پایانی داره. میاییم در مورد کسانی که موفقیتی که در کار خودشون میخواد که موفق باشن، یعنی خوشحال باشن، یعنی اونا رو کسی لاحق اهمیت بدونه، اهمیت داشته باشن در پیش دیگران، روزانه بعد از هر نماز خودش 12 مرتبه سوره حمد را بخوند. همیشه اگر بتونه مداومت بین بده، یعنی در بین خلق خدا محبت بی پایانی به دست میاره و این تعدادش مشخصه، هر تعدادی که دوست داری بخون. خلاصه محبت بیشمار میخوای سوره رو بیشتر بخون. بعد از هر نماز پنجم خود که میخونید فقط کوشش کنید که چیزی را که انجام میدید به خلاص دل با نیت انجام بدید. این برای کسانی که موفقیت در امور کاری خودشون میخوان. و یک عده‌ای از دوستان عزیز ما هستن که میگن ما کار میکنید به بین مردم، در بین جامعه، در بین بازار، دفتر، همه جا، ولی یک احترام خاصی که ما میخوایم داشته باشیم نداریم. یعنی به ما اینقدر احترام قائل نیستن. چرا نیستن؟ باید باشن و خودتون اگه بخواید میتونید. مثلا یعنی احترام شما واجبه، خیلی واقعا کسی که در یک مکان کار میکنه احترام کردنش واقعا واجب است. در یک مکانی که مثلا شما شاغلید باید احترام شما و شما احترام دیگران رو داشته باشید. این شخص چگونه مثال میتونه در بین همکاران خودش محبت و خودش رو تو دل اونها جا کنه؟ به شرط اینکه با نیت پاک و خالص نیت. هر شخصی که از دوستان خودش تو دفتر، کار، همه جا اگه بد نیته به دل خود وضو داشته باشه، 21 مرتبه همین سوره عمد به دل خود بخون و به دلت نیت کن به صورت اون فوت، به دلت نیت این که مثلا خدایا یعنی همین دوستم رو به برکت این سوره مبارک خدا به من دوستی بگردون که خالص باشه، نه که ظاهری دوست باشه. بخون به طرف اون که متوجه باشه یا نباشه طرفش فوت کن. یا اگه میتونی به اون همکارت این کارو کنی که محبت اون بیشتر جذب کنی، 11 مرتبه همین سوره رو بخون روی آب، بده به همون دوستت بخوره، محبت شما خالص میشه، یعنی پاک میشه. سوره عمد بی‌نهایت سوره پرمعجزه‌ای است. من فقط تنها یک تعدادی از معجزات اون رو برای شما میگذارم. و خانم هایی که ریزش موه سر دارن، بابت همیشه شکایت میکنن موهای سرمون میریزه و از شامپوهای عجیب و غریب استفاده میکنن، به شرط اینکه واقعا به نیت خالص این کار انجام بدید.
به اندازه نیم کیلو ماس نورمال ترش و شیرین، هر رقمش رو خودتون دوست دارید باشه. 41 مرتبه سوره حمد رو روی اون ماس بخونید. 41 مرتبه روی اون ماس این سوره رو بخونید. بعدش 7 مرتبه اینو بخونید، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بس روی اون باز دوباره فوت کنید. بعد اینو که خوندید به روی اون دم کنید، روی اون ماست برای 15 دقیقه یک گروه نگه دارید. بعد اون سر خودتون رو در جایی که کسی نبینه، شما یا نه خواهر، برادر، مادر، پدر، هیچ کسی نه، در یک مکانی که باز باشه. باز یعنی آسمون باز باشه، نه که زمین، یعنی منظورم برید تو دستشویی تو عموم این کارو نکنید. در فضای باز این کارو بکنید. بمالید اونا رو به سر خودتون، به حدوداً 10 الی 15 دقیقه سرتون رو ماساژ بدید. سرتون رو بذارید تمام گونه پایین باشه به شکلی که موهاتون آویزون. مرد زن فرق نمیکنه. این کارو 7 مرتبه انجام بدید. یعنی در روز یک مرتبه میتونید، در 2 روز یک مرتبه میتونید، کلا در یک افروز کلا کامل انجام بدید. یعنی در یک روز در میون میتونید انجام بدید، 2 روز 3 روز در میون میتونید انجام بدید، مشکلی نداره. فقط 7 مرتبه این کار انجام بدید. خودتون ببینید که این موهای شما چگونه رشد کنه، موهای زیبایی میتونید داشته باشید. یک معجزه که خیلی خانم‌ها به این چیز ضرورت دارن، از این چیزهای عجیب و غریبی که دارن استفاده میکنن خیلی واقعا نمیشه گفت. خب معجزات بیشمار دیگه هم هست که باید گفت، ولی اگه من بشینم بگم در مورد معجزات سورات قرآن، هر سوره بالای میلیون ها معجزه است، ولی من فقط تنها معجزاتی که واقعا یه چیزایی که ضرورت است برای شما میگم. میایم در مورد دعوت این سوره مبارک. گرچه من یک بار دعوت دیگه این سوره رو هم گذاشتم از یک نوع دیگه‌اش، و در این سوره 7 عظم وجود داره. 7 عظم وجود داره و هر عظمش دارای یک قدرت بی‌پایانی است. عزیزان، هر شب فرق نمیکنه که شب جمعه، پنجشنبه، یکشنبه، هزار روزی میتونید آغاز کنید دستور عمل رو. وارد دستور عمل میخوایم بشید. اول 9 رکعت نماز، بعد از نماز عشا که خوندید یک رو، یعنی 15 دقیقه صبر میکنید. بعد از 15 دقیقه صبر کردید وارد عمل میشید. در یک اتاق تنها بشینید که هیچ کس مزاحمتون نشه. عزیزان، شما این عمل انجام میدید از این اتاقتون که امشب انجام دادید تا شب 40متون همین اتاق 40 شب این دستور عمل انجام میشه. برای 40 شبه. شما که عامل به این سوره بشید، معجزاتی که من نمیتونم بگم اینا رو همه دریافت میکنید. عمل میتونی کامل بدید. چی است؟ وارد اتاق شدید، اول 9 رکعت نماز میخونید. 2 رکعت 3 مرتبه که 6 رکعت میشه، یک 3 رکعتی میخونید که میشه 9 رکعت. 2 رکعت میخونید سلام پس میدید، 2 رکعت میخونید سلام پس میدید، 2 رکعت میخونید سلام پس میدید. و 3 رکعت آخر 2 رکعت خوندید سلام پس میدید، بلند میشید رکعت سوم رو میخونید. رکعت سوم که خوندید یعنی 9 رکعت کامل شد. بعدش دستاتو بلند میکنی الان برای این اجابت، برای همین دستور عمل از خداوند رب العالمین، از خداوند ارحم الراحمین میخوای که برای تو عملیات این سوره مبارک را عطا کند، و به شرط اینکه قلب روح خودت را هم پاک کنی از خرافات، کینه، نفرت، دروغ، هزار یک فحش و فساد. اینا از دلتون بریدین بیرون. دل جایگاه نور خداونده، دل جایگاه خداونده. دل رو پاک کن که نور خداوند را در دلت ببینی، حتی بیرون از این که معجزاتشو میبینی که توسط قرآن، توسط آیات قرآن، توسط دنیایی که برات رخ میده. بعد اینکه شما نشستین 9 رکعت نمازتون رو خوندید، نشستین. ایثار برای این کار ضروری است. شما میتونید طریقه ایثار سوره‌هایی که من گفتم در کلیپ‌های قبلی گفتم، میتونید از اون گوش کنید، بردارید مثلا همون قسم دستور عمل انجام بدید. 100 مرتبه درود ابراهیم میخونید، اول ایثار میکنید، بعد 100 مرتبه درود ابراهیم میخونید. به خاطر اینکه اگر 100 مرتبه از طولانی میشه، به شما گفتم میتونید به جایی که کامل درود ابراهیم بخونید، میتونید صلی الله علیه و سلم این را هم بخونید، کافیه. یعنی همون درود کامل میشه. 100 مرتبه درود میخونید، بعد از 100 مرتبه درود خوندن چیکار میکنید؟ 2365 مرتبه با یک بسم الله که اول میگید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. زالین نخونید لطفا، اون صدا سایلین میشه اونجا. زالین نخونید، دالین ولا دالین. آمین. این گونه خونده میشه. شما بعضیا خیلی عزیزان عذر میخوام در این مورد، اینو به کلمه اشتباه نگیرید. بعضی مثل زبان انگلیسی رو میآموزید، مثلا بعضی صدا، بعضی حروفات بی صدا میشه. در اینجا هم حروف عربی که نوشته شده شما اونو به حروف فارسی نخونید، اونو به همون عربیش بخونید. بعدش که 2365 مرتبه سوره رو خوندید، با یک بسم الله اول که خوندید، یک بار بسم الله گفتید دیگه، همون گونه بعدش الحمدلله رب العالمین همون ادامه می‌خونید. زمانی که 2365 مرتبهتون تمام شد، 100 مرتبه دوباره درود ابراهیم می‌خونید. فقط بعد اینکه تمام شد، درود ابراهیم هم خودی سوره رو خوندید. عزیمتون میخوای در همون اتاق بخواب، مشکل نداره. میخوای بری در یک اتاق دیگه بخوابی پیش بچه‌ها فرزندان، هیچ مشکل نداره. یک چیز یادتون باشه که خیلی مهمه در این دستور عمل، واقعا برای شما
برای شما در این دستور عمل واقعا روزه جمالی و جلالی کاملا ضروریه. خانمایی که میخواید این دستور عمل انجام بدید، میتونید شما به خاطر اینکه این دستور عمل موفق بشید باید قرص تابلت بخورید که بیماری ماهانه شما روشن نشه. از سن 18 به بالا میتونید این دستور عمل انجام بدید و عملیاتش بی غیر از اینکه معجزاتش همه رو میتونید انجام بدید. ان شاء الله که عزیزان موفق باشید. روزش هم گفتم، پریز جمالی جلالیش هم گفتم و در مورد اینکه از نمازاتون قضایی نکنید، نمازاتون رو قضایی نکنید. در این موضوع خیلی مهمه نمازاتون سر وقت باشه، همیشه در تمام امور کاملا خودتون رو پاک نگه دارید و منو هم دعا کنید. من هم شما رو دعا میکنم الله رب العالمین و ذوالجلال و الاکرام همه شما رو غرق رحمت و آرامش آسایش خودش قرار بده و تمام گرفتاری‌های دنیا رو از زندگی‌های شما بیرون کند و دروازه‌های رحمت و نعمت پروردگار همون گونه رب العالمین که میفرماید که در قرآن که به سمت من بیایید تا من برای شما بدم. ان شاء الله که در این مورد متوجه کامل شده باشید عزیزان. چیزی برای گفتن از دستور عمل نمون باقی، ولی میخوام که صادقانه انجام بدید با نیت پاک، با نیت خالص. الله رب العالمین همه شما را حفظ کنه عزیزان. اگر دوست داشتین کانال ما لایک کنید، سابسکرایب کنید، شیر کنید تا به همه دوستانی که برسه به اونها هم که میخوان. من وعده دادم به خداوندم و وعده دادم به بنده های خدا و دوستان عزیزی که مثل خانواده خودم شما همه رو دوست دارم و سپاسگزاری میکنم از تک برای دیدن فیلم‌های آموزشی علم نور به یوتیوب ما به این آدرس سر بزنید.